دوستان ما امروز منتظر هستم، منتظر دو مهمان بگویم برتان یا دو همکار کاملا جدید ما قرار هست امروز بیایم. زمانی که کار ما شروع میکنیم بدون شک مخالفای مثبت و منفی می داشته باشیم در این بخش. شما مخالفان منفی داشتین؟ دوستایتان، اقاربتان؟ و همه تشویق فامیل و دوستا اینا بود که ما تونستیم یک کم روحیه بگیریم و انگیزه بگیریم و تا بکنیم پیجی برسیم. حمایت زیادی که میکنه پدرجان از فامیلم و مادرجان از فامیلم خیلی حمایت میکنه و به این رشته خیلی علاقه دارم. ما شب مدرسه که هیجانی بودم، سوالات اینا رو از ترتیب کرده بودم. اصلا خواهم نبود و وقتی که صبح رفتیم به خاطر گزارش اینا ما پول یادم رفته بود. اما قسمی رفته بودم. من دختر که زیاد ناز بودم، نازگلیم میگم. نازگلی. خب لقب نازگلی پیش خودت داره. نازگلیم ما. خب این پیش خودت واسه چی لقب داره؟ گلابو. فرشته جان آدم پذیر است جایی که خوشی باشه. از هیچ کس خوشیش خیلی بالا می باشه ولی جایی که سکوت است آرام دختر آرام هستن. دختر آرام. به نام خدا. سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم که خوب صحتمند و سرحال باشین. به یک دیگر از برنامه هدف میدیا با من امید وقتاش خوش آمدین. و دوستان ما امروز منتظر هستم، منتظر دو مهمان بگویم برتان یا دو همکار کاملا جدید ما قرار هست امروز بیایم و برتان به معرفیش بگیریم، بیشتر امروز از اونها صحبت بکنیم و بعد از هم برنامه خوبی از اونها بیننده باشین. دروازه تق تق است، فکر میکنم آمدن. من هم برم دروازه را باز بکنم، دوستا را بیاریم داخل، میریم داخل، میشینیم امروزشان صحبت میکنیم و ایده همکار جدید ما را هم براتون معرفی میکنیم. دوستان عزیز، بازم سلام خدمتتان و قسمی که در اول برنامه هم یاد کردیم ما امروز مهماندار هستیم و مهمان ما هم دو دختر خانم بسیار با استعداد توانا. بهتر از برشون بگیم که دو همکار خیلی جدید ما هستن، همکار جدید ما و همچنان دوست و جدید خانواده هدف میدیا هستن که امروز خوشبختانه در برنامه به خود داریمشان، برای شما هم معرفیشان میکنیم و بعد از این برنامه اینا را بیننده میباشین در هدف میدیا. بهتر است که از خودشان بشنویم اسمشان را و اینکه کی هستن از خودشان بشنویم. سلام، خیلی خوش آمدید. سلامت باشین. سلام عرض ادب دارم خدمت شما. خیلی ممنون هستم. من سعید سلطانی هستم، عضو جدید هدف میدیا. بسیار خوب. و شما؟ سلام عرض ادب خدمت شما و خدمت بیننده‌های عزیز. فرشته سلطانی هستم، حزب نوای گروپ شد. خب بسیار خوب. دو بانو سلطانی هستن. تخلصاتتون یک چیز هست، با هم قرابت هم دارین چیزی یا تصادفی هم خانی کردن؟ نه خواهش میگم قرابت که داریم، دختری که پاستیم ماشاءالله ولی نزدیکتر است خواهرم. خب بسیار خوب. در کنار از اینکه دخترای کاکا هستن دو دوست خیلی خوب هم هستین همونطور یک چیز. خب بسیار خوب، خیلی خوش آمدین به خانواده هدف میدیا. خب بسیار عالی. سایلا جان و همچنان فرشته جان خیلی خوش شدیم. میشن حالا بر دوستای کمکی در مورد تحصیل بگین، در مورد تجارب کاریتون بگین بر دوستا. خب راستش من فارغ صف 12 هستم و در مورد تجربه کاری نگفتم. من یک سالمه تلویزیون جوان افغانستان کار کردم، یک سالمه تلویزیون زن بودم و همچنان 6 ماه با گلت گروپ ایفای وظیفه کردیم. ماشاءالله. و شما فرشته جان؟ من هم فارغ التحصیل صف 12 می باشم و از رشته ادبیات دری فارغ شدیم و در دو جای مسلک استادی می باشم. خب بسیار خوب، بسیار خوب. یعنی درس نخوندین در حوزه ژورنالیسم شما؟ نه، درس نخوندم. ولی یک نکته مثبتی که خیلی دارن دوستایی است که تجربه کردن، کار کردن، تجربه دارن در این بخش و یک نکته مثبت هست در دیدن. خب میشه برای دوستا از تحصیل بگوین، از تجربه کاریتون بگوین در حوزه خبرنگاری و ژورنالیسم. خیلی خوب. من فارغ صف 12 هستم
و در بخش تجربه کاری یک سال با تلویزیون جوان افغانستان همکاری کردم، یک سال با تلویزیون زن و همچنین 6 ماه با گلدود گروپ در بخش پرزنتر و همچنین بخش ژورنالیست ایفای وظیفه کردم. ماشاءالله. و شما فرشته جان؟ من هم فارغ التحصیل تحصیل صنف 12 می باشم و استاد هستم در یکی از کورس‌های شخصی. 34 جای درس میدم در مضامین اداری مختلف از مضامینش و من استادی میکنم به شوق زیادی که دارم به این رشته رو آوردیم و به رشته ژورنالیسم از دوران طفولیت زیاد عشق و علاقه داشتم، به خاطر که در انانسری برنامه‌های مکتبم اشتراک میکردم، انانسری مدرسه هم اشتراک میکردم و همین باعث شد که من رویت بگیرم و به دنیای ژورنالیسم رو بیارم. خب بسیار خوب ماشاءالله. میشه کمی از تشویق فامیل بگین؟ آیا فامیل شما را در این عرصه تشویق کرده و دوستایی دارین که همیشه وقت تشویق میکرد شما را؟ خیلی خوب. چنانچه که چیزی که عیان است چه با بیان است. فامیل ها همیشه تشویق میکنن. در کلی فامیل دوستای اینا همکارای ما همیشه تشویق کردن و همین تشویق فامیل و دوستای اینا بود که ما تونستیم یک کمی روحیه بگیریم و انگیزه بگیریم و تا بتونیم نتیجه برسونیم. خب بسیار خوب. سلامت باشید. شما هم میشه فرشته جان؟ حمایت زیادی که میکنم پدر جان از فامیلم و مادر جان از فامیلم خیلی حمایت میکنه و به این رشته خیلی علاقه دارن و من هم دوستایی که زیاد برای من رویه دادن انگیزه دادن و باعث شدم که به دنیای ژورنالیسم رو بیام. خب بسیار خوب. زمانی که کار ما شروع میکنیم بدون شک مخالفای مثبت منفی می داشته باشیم در این بخش. شما مخالفان منفی داشتین؟ دوستایتان، اقاربتان چگونه استقبال کردن از این کارتان؟ مخالفای منفیتان چی میگفتن براتان؟ خب کسایی که امروز ما مخالف بودن مثلا میگفتن نرین یا برین بخش دیگر انتخاب کنین یا یک رشته دیگر انتخاب کنین. خب اونا رو تونستیم وقتی که خدای جای رساندیم تلاش کردیم کوشش کردیم اونا فعلا قانع شدن، مثلا میفهمن که ما تونستیم خدای جای برسانیم، امون شوق علاقه و اشتیاق که داشتیم تونست ما رجای برسانیم و اونا فعلا امروز موافق هستن. حالا موافق شدن و موافقین برای هستن. خب بسیار خوب. بر شما چی میگفتن فرشته جان؟ والا من زیاد مخالف نداشتم، برعکس زیاد تشویقگر داشتم و زیاد انگیزه میدادن رویه میدادن که باید به این رشته رو برم. تا حالا شده است کدام حرفشان برای شما روحیه منفی هم داده باشه؟ روحیه منفی بعضی حرفای بودن که روحیه منفی میدادن ولی حرفای خوب جایگزین میشدن و نمیتونستن سر روی ما کار بکنن. زیادتر حتما پشت گوش میکردین حرفای منفیشان را. وقتی یک هدف داشته باشی وقتی بخوای خدای جای برسونی مجبور هستی که بسیار چیزا را پشت گوش کنی. بله واقعا. و با هدف کنیم. زمانی که یک کار شروع میکنیم وقتی که باز به اون کار عشق داشته باشیم علاقه داشته باشیم اولین تجربه بدون شک یک احساس دیگه می داشته باشه بر انسان نه. اینا رو شما میشه بر دوستا بگین زمان بار اول شما این کار آغاز کردین از احساستان بگین بر دوستا که چگونه یک احساس داشتین در زمان؟ خب میخوایم یک بار اول که رفتم با خاطر گزارش اینا تلویزیون زن بودیم رفتیم گزارش بادام باغ. ما شب مدرسه که هیجانی بودم سوالات میرا از ترتیب کرده بودم اصلا خواهم نبود و وقتی که صبح رفتیم با خاطر گزارش اینا من کل یادم رفته بود. اما قسمی رفته بودم. در خانه یادتان رفته بود؟ خانه یادم رفته بود. دیگه اما قسمی رفته بودم. خیلی برام جالب بود چون میخواستم که برم نمایشگاه ایران چیز بگیرم چون خیلی چیزای خوبم میباشه در نمایشگاه وطنی اینا هستن. ولی متاسفانه پول از دست که هیجانی بودم یادم رفته بود. و همون قسم بدون پول اینا رفته بودم گزارش. رفته بودین به گزارش. شما فرشته جان سخنرانی کردن بار اول یک ترس می داشته باشنی؟ زمانی که پیشوری چند نفر ظاهر میشه تو اگر یک نفر دو نفر هم باشه یک سام و یک ترسی می داشته باشه. شما هم بر دوستا بگین از اولین سخنرانیتان زمانی که سخنرانی کردین ذوق نکردین راست بگین بر دوستا؟ نه خیر ذوق نکردم البته زیاد احساساتی بودم تا بسیار زیاد استفاده می‌لید تا زمان که مادرم وارد کنفرانس شد و بعد وقتی دیدم که مادرم است و اعضای فامیلم است و تشویقگرم است که از یگانه استادم است باز یکم رویه گرفتم باز خوشبختانه به خوبی پیش بردم ولی استفاده زیاد می‌لرزید. برو خوب است که ذوق نکردین. در اول برنامه شما یاد کردین دخترای کاکا هستین دوستای خیلی خوب هستین و دوستا اینمی جایش هست که باید بعضی چیزا را از اینا باز بکشیم در بین بعضی اینا دوستا وقتی که باشن باز همه چیزشان به یکی دیگه معلوم هستن. وقتی که دوستا دو نفر با هم خیلی صمیمی باشه باز سر یک دیگه حتما یگان لقبکا میمونن نه؟ اینا خودت لقب از رو بگو و شما میشه باز لقب از رو بگین. چی لقب داری؟ راستش من
لقب چی که عام باشه عامیان نمیگم. من اگه دختر کم زیاد ناز بودم نازگلین میگم. نازگلی. خب لقب نازگلی پیش خودت داره. نازگلین من میشه. خب این پیش خودت باز چی لقب داره؟ گلابو. میشه نام دلیلش هم بر دوستا بگوی چرا گلابو حتما کدام دلیل داره نه؟ همیشه نام خدا ماشاءالله خیلی بااستعداد دارم. تو بشاش هست همیشه مثل گلاب ولی تو سر تازه. خب همین خاطر همیشه همون تو چهره خندان و بشاش دارن. خودت واسینا چطور شخصیت آرام دارن، شخصیت شاد دارن؟ چرا همیشه؟ بله. فرشته جان آدم انعطاف‌پذیر است. جایی که خوشی باشه از هیچ کس خوشیش خیلی بالا نمیشه ولی جایی که سکوت است آرام دختر آرام هستن. دختر آرام هستن. در کل آدم انعطاف‌پذیر است. اینه به این خاطر دوستا ما سوال از اونا رسی کردم از اینا رسی به خاطر از اینکه بعضی دوستا هستن عادت دارن مثلا خود زیاد تعریف میکنن نه باز اگر زیاد تعریف میکرد باز خوب نبود به این خاطر خوب است رازشان دوستشان فاش بکنن. خب بسیار خوب. در بینتان در بین اردویتان کدامتان زیاد دروغگوی هستید؟ دروغگوی؟ استغفرالله. کدامتان؟ یک چیز میخوایم واقعیت بگم. گرچه طرفدار دروغ اینا نیستم ولی جای شده که باید دروغ بگیم. کجا مثلا چه قصه دروغ گفتید؟ مثلا بعضی اوقات خانه سر ما ناوقت شده هم موتر نرفتیم ولی مجبور شدیم یک چیز بگیم دیگه که من تشویش مادرشان رفت شد. یا تو واقع دروغ گفتیم ولی در جای اساسی تو هم دروغ میگید؟ اینا نه هیچ وقتی؟ ها یعنی دروغگویشان تو هستی دیگه. من دروغ مصلحت میگم. دروغ مصلحت آمیز میگن. خب بسیار خوب. چقدر وقت از شما از اون دوران طفولیت با هم دوستای صمیمی بودین یا ای که در دوران مکتب با هم دوست شدین میشه برای دوستا بگین از دوستیتان چند سال گذشته است چقدر وقت از شما با هم دوست هستین؟ اگر سوال جواب بدم مشکل نیست هر کدومتون جواب میدید. ما از دوران طفولیت با هم دیگه هستیم و خوشبختانه خانه‌های ما پلی دیگه هستن و در یک مکتب درس خوندیم و همیشه در هر جای یک جا بودیم و یک جا میریم. در مکتب هم در یک صنف بودین در دوتا؟ نه صنف‌های مختلف بود ولی مکتب. کدامتون موضوع درس خوند بودین؟ هر دو تایم. این استمت اشاره کرد. یعنی مقصد دوستی معلوم شد که سایلا جان زیادتر طرفداری میکنن از فرشته جان. واقعا فرشته جان دختر لایق است. و اگر لایق نبودن خب مطمئنه که بس استودی رو نمیگفتن. واقعا. اینا میشه برای دوستا یک خاطره جالب از دوران نمی دوستیتان بگین حتما خاطرات دارین پیش خودتان یک خاطره جالب شه برای دوستا قصه بگین. خاطره جالب فرشته جان که شما دوستای بدون خاطره هست؟ نه خواهش میکنم هیچ دوستی بدون خاطره اینا نیست. خاطرات شما خاطره را بگین بازو یک جنگ تان قصه میکنه درست است؟ خاطره باش که من یادم میاد؟ نه خب ما بیشتر در بیرون میباشیم خاطرات ما بیشتر در بیرون اتفاق میفته مثلا میریم بیرون چکر پل سرخ اینا میریم و تصادفاً خاطرات ما بیشتر همین خاطره خوشی دیگه این وقت میباشه مثلا میریم یک چیز میگیریم میخوریم میگردیم زیاد بیرون این خاطره خوشی شد خاطره جالب مثلا اگه رفته باشین فرشته جان پایش مثلا لکشیده باشه افتاده باشه واسه سرش خنده کرده باشین نه البته رو مثال گفتم میشه همون یک خاطره جالب برای دوستا قصه بکنین خاطره جالب خودت یک کار بخواهید خودت چرت بزن تا وقت شاید یاد بیاد خودت از یک جنگتان قصه بکن والا خوشبختانه جنگ هیچ امکان نداره دو صمیمی باشه باز هم جنگ نکرده باشه سر صدا کردیم ولی جنگ نکردیم سر صدای ما 5 دقیقه بوده بعد از 5 دقیقه پس آشتی کردیم سر چی بوده سر صدایتان؟ سر صدای ما در یک از کورسا بود که باید یک جای میرفتیم و من طرفدار یک استاد بودم و سایلا جان طرفدار دیگه استاد بود و بعدش که من طرفداری استاد کردم نکات من مثبت استاد گفتم برای بعد راضی شد که خانم بود که سر صدای شد به 5 دقیقه خبر 5 دقیقه فقط یک بار در زندگی؟ یک بار دیگه زیاد این دوستی که هست زمانی که دو دوست با هم جنگ دوام میکنه این باعث از این میشه که نمو دوستیشان را محبتشان را بینشان بیشتر بسازه اینا نوبت خودت از خاطره جالب یادت آمد؟ والا من هیچ خاطره جالب یادم نمیاد فرشته اگه یادتون لطف کنین بگین والا خاطره جالب خود دوستان منتظر است مهم نیست فرشته سایلا مقصد خاطره جالب بشتم خاطره جالب زیاد است همین خاطره جالب است که خوشبختانه در کنار ما همین خاطره جالب ما یکی از روزها کوچنگی رفته بودیم به خاطر اول گرفتن کورس ما اونجا بسته بود با سایلا جان که یک خیلی میاریم به یک فروشگاه که یعنی ساعت مارکت کردیم
تا کورس واس شود. وقتی در اونجا رفتیم در پیشروش تکه لاما ماست یک پیران بود تکه لاما و امو فروشنده رو میگه من از تو پیرانای کار داشتم که تکه لاما کار بود دیش. بعدش هم دکاندار گفت که خود تکه لاما خودش از خواجه نزد تو کدام دیگه تکه دیگه نوارش پیدا کرد. حتما نمیشناخته. خب بسیار خیلی ممنون، بخیر سلامت باشین از هر دویتان. میشین حالا یک کمی در مورد اهدافتان بر دوستا بگین، به اینجا که رسیدین اتکا میکنین یا کدام هدف دیگه هم در زندگیتان دارین که باید برش برسید؟ خب زندگی یک چیز بدیهی است که همیشه روان است و اگر به یک جای اتکا کنیم بالاترش نمیتونیم برسیم. واقعا شخصا خودم دوست دارم بالاتر برسم، بخصوص تحصیلات اینایی میخوایم ادامه بدم، شروع کنم بخیر بخش ژورنالیسم رو میخوایم پانتونیم شروع کنم، درسم بخونم و همچنان در بخش دیگه که مهارت‌های دارم اون مهارت‌ها رو میخوایم دوباره تقویت بسازم، چون یک دوره آمد که همه ما متاسفانه ضربه روی نخوردیم و همیشه از دست ما رفت و میخوایم دوباره شروع کنم روی مهارت‌هایم روی کارهایم. بسیار خوب. و خودت فرشته جان؟ هدف بزرگ من خدمت به مردم باشه، چی از هر طریق باشه، از هر رشته که باشه. من خوشحالم بعد از اینکه پانتون آغاز شد طب میدانه بودم این مسلک مثلا خیلی ها خوش دارم که به این مسلک برسم و زندگی قسمی که سهیلا جان گفت مثل دوچرخه است، با خاطر تعادلش باید حرکت کنیم، همیشه در حرکت باشیم که تعادلش رو برابر کنیم و زندگی است که هم خوبی خود داره هم خرابی خود داره، ولی ما باید دنبال خوبی باشیم و پیشرفت‌های زیاد داشته باشیم در افغانستان و الگویی باشیم برای دخترایی که شیشتن در خانه و ظاهراً خیلی چیزهایی دارن ولی بیان کردن. بله واقعا. بر دوستا معرفی کردین خود را، اهدافتان را گفتین، یک کمی آمدیم شوخی هم کردیم. اینا یک بخشی که خیلی بر دوستا شاید مهم باشه و شاید بیشترشون منتظر از این باشن که از شما پرسان بکنیم. در بخش کارهای خانه هست که دختر خانم‌ها بیشتر باید در این بخش مهارت داشته باشن، سلیقه داشته باشن. بیاین کمی از آشپزی بگین بر دوستا. در آشپزی اول کدامتون جات لایق هستین؟ فرشته جان. خب فرشته جان، اینا چطور هستن در آشپزی؟ یه خود تمام کارهایی که یکم مسئولیت پذیری داشته باشه سر فرشته جان بندازن نمیفهم کرد. نه فرشته جان نمیخواد لایق هستن آشپزی. کدام چیزا رو میتونین خیلی خوب پخته بکنین؟ مثلا در غذای بوی پخته میگم به خاطر دوران که در دوران مکتب بودیم که بدبختانه مکتب از خاطر ویروس کرونا بسته شده بود، تمام دیگه کاسه و ظرف یا کلش مسئولیت من شده بود. میگم من خوشبختانه تونستم پختن دیگه یا ذوق شستن یا غذای خانه رو یاد بگیرم. سهیلا جانم خوب است میتونه. خب اگر بخوایم یک روز مثلا آشپزی بکنیم دوست داری سر کدامتون آشپزی کنیم در دفتر؟ خب فرشته جان یاد داره خوب است خودت آشپزی کنی یاد بگیری خودت. در کارهای خانه باز چطور کدامتون در جمع جور کدامتون تکل هستی؟ پاکاری نرم میتونم ولی آشپزی ضعیف هستم چون خوشم ندارم. خود در پاکاری خودت تکل هستی، در آشپزی فرشته جان تکل هست. خب بسیار خوب. خب بینندای عزیز هدف میدیا، فرشته جان گفتن که ما در آشپزی بسیار لایق هستیم، چند غذا را براتون نام گرفتن، بعد از این باز ان شاء الله در برنامه سرشان آشپزی هم خواد کردیم و بیننده برنامه سهیلا جان و فرشته جان هم پاید بود از طریق هدف میدیا و شما میتونین که چنل دو هدف میدیا رو سابسکرایب بکنین، ما را در تیک تاک، اینستاگرام و همچنین فیسبوک هم تعقیب بکنین. خب فرشته جان گفتن از آشپزی ولی فکر میکنم که سهیلا جان میخواد سر خلاص بکنه. هیچ امکان نداره که یک غذا را شما هم یاد نداشته باشین که پخته بکنین. اگر یک روز مثلا ما هم کارا بیایم خانه‌تان مهمان، باز وقت چی خواد کردین؟ باز شما را مهمان یک مکرونی میکنیم. مکرونی نمیتونین پخته کردن. مکرونی میتونم. مشکل نداره. یعنی خیاط دارین ناک میخواستین که سر خلاص بکنین. یا فکر میکنم به این خاطر اینا گفتن دوستا که ما واسه مهمانشان نشیم. نه خواهش میکنم ولی هر سه لیول بالاتر داره. آشپزی هم قسم لیول بندی است ولی من خیلی تصادف پایین میکنم میتونم. نظر به این که خودت میگه آشپزی بلد نیستم حتما با میهمانم اساسیت داری دیگه، دوست نداری که خواهش میکنم با میهمان اساسیت ندارم، برعکس حتی وقتی که خانه میمونم مامانش قصه است کنده میکنم و تعاملات طفلشون بازی هم میکنم وقتی که دق ندارم یگان طفلشون گوشتگی هم میکنم یگان دارم این از این موضوعات خبر داری یگان میمونه که سردم بعد خورد چرا نگه حکم است. من فکر میکنم شاید جاتر به خاطر از اینکه بیان صادق دیشه و سرگرمی ویناد مهمان دوست داری، اگر آشپزی سرت باشه شاید از خانه بکشی نه استغفر از خانه که من میکشیم باز موجود سریعتم دیگه سهیلا جان شاید بخوای بیا آشپزی فرشته جان شاید بخوای. خب میشه نال بر دوستا خیلی از مهارت‌های خودت بگویی که بیشتر در کدام بخشا خودت مهارت داری؟ از آشپزی خود سر خلاص کردی، یک مکرونی رو گفتی، کدام مهارت‌ها رو داری؟ خب وقتی آدم برای در یک قسمت‌های ضعیف میباشه حتما
قسمت دیگر رو میخوای قوی تر بسازم. بله. مثلا من خودم بعض اوقات مینویسم، بعض اوقات بعض شعرها هم دارم مینویسم و در پلوش رسام هم هستم، بعض اوقات رسمی هم میکنم و بعض گیتاری نام میتونم بنوازم، ولی بیشتر متکی به نویسندگی و شعر و شاعری هستم. شعر هم دوست دارم. خب بسیار خوب. و خودت فرشته جان خودت همیشه بگی بر دوستا خودت در کدام بخش مهارت داری؟ من فضل خودم خوب است در بخشی که بیام در قالبی هم جور میم، ولی زیادتر که رشته که زیاد خوش میاد یکی خود دکتری است، یکی که استاد هستم فعلا و باید به می رشته برسم و او کسی که اعتماد به من کردن امید به من دارن باید اونها رو اجرای برسونم و کورسای انگلیسی رو دنبال میکنم. خب بسیار خوب. انگلیسی خوب است که همتون بلد هستم دیگه. رشته معلمی هست و رشته دکتری و چندین جای به خاطر انانسری دعوت میشم و میرم انانسری برنامه میشم. خب بسیار خوب. کوتاه در مورد مهارت‌های بگو، در کنار از اینا کدام مهارت‌های دیگر داری خودت که میتونی انجام بدی؟ مثل که سایلا جان گفت من گیتار مینوازم، نویسندگی میکنم. با مهارت گیتار نواختن یار ندارم، مهارت آشپزی رو خوب را یاد دارم و مهارت کتاب خوانی رو مطالعه زیاد دوست دارم، بیشتر اوقات مطالعه میکنم و من به خاطر که مصروفیتم خیلی زیاد است بنابراین مصروفیتم جای رسیدن نمیتونم، به خاطر که بسیار مصروفیت دارم و من در یک مدرسه شخصی تدریس میکنم و هم درس میخوانم و در حدایث و قرآن کریم و کتاب‌های دینی خیلی مهارت دارم و خیلی یاد دارم و میتونم بیانم کنم. خب شما هم اگر کدام پیامی بر دوستا دارین میشه پیامتان رو بگین، اگر ندارین خداحافظی کنین دیگه. خب ما فقط میخوایم بگیم که هدف بسازیم و به هدف برسیم و همچنان هدف میدیارم تعقیب کنیم. وقتم خوش، خداحافظ. تلاش بیشتر از شما خواهان هستم و دخترایی که در خانه نشستن دست به کارشن و هدف را برای خود تعیین کنن. وقت خوش، روز بخیر. خب بینندای عزیز هدف میدیا، این بود برنامه امروز ما خدمت شما تقدیم کردیم و همچنان دو همکار خیلی بشاش جوان و همچنان با استعداد ما را به شما با معرفی گرفتیم. شما هم منتظر برنامه خیلی خوب عزیز جوان باشین، ان شاء الله که بازی برنامه‌شان نشید میشه، برنامه‌شان بیننده باشین، از اینا حمایت بکنین، برنامه‌شان با دوستاتون شریک بسازین، لایک کامنت فراموش نکنین و همچنان در صفحه فیسبوک و همچنان تیک تاک همچنان ما را تعقیب کنین. تا برنامه بعد که بازم در خدمت شما قرار میگیریم، شما را به خداوند یکتا میسپاریم. شب و روزتان خوش، خدا نگهدار.